خب سلام، اومدم بهتون امروز یه برنامه‌ای رو بهتون ارائه بدم. اینجوری بگم بهتره، ارائه بدم. خب نوتیفیکشن هم میبینید که هیچ VPN کلیدی فعال نیست، هیچ VPN فعال این مرورگر کلا بدون فیلتر، یعنی خوش زدی فیلتر. خب واردش میشم که بیشتر بهتون توضیح بدم. اول وارد میشید یک کوچولو طول میکشه و همین سوال چند ثانیه بعد بالا این کانال تلگرامی که ساختم که مثلا بیام لینک هایی که مهمه رو بهتون نشون بدم. مثلا میتونید از اینجا یوتیوب برید روش نگه میده اوپن میزنید که وارد برنامه یوتیوب نشه اتومات، چون اونجا دیگه فیلتر کار نمیکنه، فقط داخل مرورگر کار میکنه. اینجوری نگه میده، باز میکنید، واردش میشید و همین سادگی. چون اینجا الان اکانتی رو وارد نکردم، فقط جای سرچ نشون میده که شما سرچ کنید وارد ویدیویی که دلتون میخواد بشید داخل یوتیوب. بعد تلگرام هست، تلگرام تدبیر، یعنی نیاز نیست برنامه مثلا نصب کنید، میتونید از همینجا ورود کنید به تلگرام مستقیم. اینستاگرامتون رو میتونید اجرا کنید، یعنی هیچ کدوم دیگه فیلتر شکن نمیکنه. یعنی یه زمانی VPN ها از کار افتاد، با این مرورگر راحت میتونید به همه چی دسترسی داشته باشید. حالا مثلا یه زمانی هست شما فیلتر شکن ویتوری دارید، کلا با همون کار میکنید، از کار میفت یا سرورش خلاصه تایمش تمام میشه یا کلا از کار میفته. شما از طریق این وقتی روش نگه میدارید میزنید روش، اینجا وارد یه دونه کانال میشه که معتبره، سروراشو بعضی وقت خودم استفاده میکنم، کار میکنم، سرعت خوبی داره. میتونید از طریق این بیاین اینجا یا کپی کنید، مثلا بریم داخل ویتوری خودتون که دیگه دسترسی به تلگرام ندارید وقتی ویتوری خودتون از کار افتاده باشه. از اینجا کپی کنید، به اد کنید دوباره به تلگرام کانکشن، یا اگه ویتوری استفاده نمی کنید میتونید بیاین داخل پروکسی، از طریق پروکسی به تلگرام وصل میشید، اینجا مستقیم میزنید اوکی میزنید، تلگرام میاد بالا، میرین پروکسی وصل میکنید به تلگرام. خیلی ساده. اینجا بعد یه دونه ساوند کلود هم گذاشتم، کسایی که میخوان برن موزیک بذارن مستقیم میتونن از طریق مرورگر بدون فیلترینگ وارد ساوند کلود هم بشن. خب ما هم اینجا آیدی کانالمون رو گذاشتیم، این کانال تلگرامی ما رو دنبال کنید و اینکه یوتیوب ما هم سابسکرایب کنید. خیلی ممنون.